خب صابر جان خیلی مخلصیم. مخلص آقا مجتبی، یکی از دوستا و رفیقای خوب که خیلی خوشحالم باهاش آشنا شدم. همچنین باید 10 سال پیش باهاش آشنا واقعا شدم. یه ذره دیر با هم آشنا شدیم. آره قبول دارم. جون چند روز تو سفریم؟ ببین ما از 26م اومدیم، من و مسعود زودتر از بقیه راه افتادیم. یه 2 روز رفتیم یه شب شیراز، اقامتگاه خیلی باحال گرفتیم، خیلی هم بزرگ بود. ما یه شب شیراز بودیم، رفتیم یه شب هم قشم بودیم که محمد و بچه ها اینا حرکت کردن اومدن سمت ما. منم رفتم اون لوکیشن ساحل سلخ رو پیدا کردم روز قبلش که آره ما 26م تو سفریم. چند روز الان حدودا؟ الان امروز 11 دیگه، میشه 17 روز 18 روزه که الان تو سفریم. آره فکر میکنم الان 13 14 روزه تو سفریم. 14 روزه. خب تجربت چی بود؟ ببینید حالا چالش‌های خودمون هم داشتیم کم و زیاد، ولی وقتی بهش فکر میکنم میبینم خیلی زود تموم شد. یعنی به من باشه اصلا دوست ندارم برگردم. این زود تموم شدن سخت‌ترین سفره. دقیقاً یه چیز جالبی که هست، ماها عین خانواده ایم با هم دیگه، یعنی انقدر به هم عادت کردیم. دقیقاً. الان که مثلا بریم هر کی بره سر مثلا زندگی خودش، حال تا سفر بعدی واقعا دلمون تنگ میشه. اصلا این یه دونه از میشه هم خوبیایی که خیلی میشه گفت خوبیشه، یه دونه از بدیاش هم جدا شدن بعد از این سفره. دقیقاً. اما خوبیش اینه که یه خاطره خیلی قشنگ، خیلی اصلا واقعا یه همه اتفاقاش، قشنگیاش، گرما سرما. دقیقاً. ببین چالشاش که حالا مثلا چالشای خیلی اذیت کننده ای نبود. یکی از چالشایی که ما داشتیم بحثمون بحث حالا همیشه آب دیگه. حالا ما مثلا من خودم مثلا از اینکه 80 لیتر آب آوردم، خودت هم آوردی. مثلا سمت قشکه بودیم، فقط روز آخر که طوفان شد یه ذره سخت شد که حالا من هولی بستم و من یه دونه صندلیم هم توی جاده افتاد، از باربندم گم شد. اونجا خیلی شانس آوردیم که روی ماشینی نیفتاد. بعد دیگه اوکی بوده همه اون موقع یه دونه مشکلاتمون چالش بود اونجا، یعنی با این باعثش شد. بله. آب داشت می اومد بالا. به خاطر جزر و مدی که داشتیم ما باید زمانی رو میذاشیم کنار که بتونیم آب یه جایی می اومد پایین، ما اون وقت اون تایم رو داشتیم که بتونیم اونجا رد بشیم. اون لحظه هم لحظه‌ای بود که آب داشت می اومد بالا، به ما اعلام کردن که اصلا یکی از دلایلی که مثلا اون لوکیشن، حالا من پارسالم رفته بودم، این بود که دسترسی نداشت به خاطر یعنی جزر و مد. خیلی بکره. آره و خیلی مثلا یه لوکیشنی بودش که مثلا آدم هم حتی نمی از جلومون رد بشه. یه جای خیلی باحالی بود. من یعنی خیلی منتظرم دوباره یه اتفاقی بیفته، مثلا برای سال بعد دوباره حتما بریم اونجا. خیلی قشنگ بود، فوق العاده بود، کنار ساحل. سال نو رو با هم در کنار دوستان بودیم. این خودش یه دونه از قشنگی‌های این سفر بود. ولی فقط تنها چیزی که یه ذره اذیت کرد همین بحث دیروز بود. اون بحث آره که حالا اون یه دونه همه جا هست، اما اینجا ظاهراً نو واسه شون پیش اومد، یه حالت جدیدی داره واسه شون اومدن. یهو از بالا گرفتن. من اتفاقا داشتم الان اینجا ویدیو میگرفتم، داشتم نشون میدادم که چقدر آب از پارسال اومده پایین‌تر. 15 متر فکر میکنم اومده باشه پایین. دقیقاً. و حتی اینکه الان صبح هم میرفتیم تنگ قاسمی، دیدیم که نزدیک 20 سانت هم باز از این تو این یه هفته هم رفته پایین. این خودش یه معضله که امسال ما باهاش یه چالشه، یعنی میشه گفت نمیدونم دلیلش هم که میدونی چیه. دلیلش هم اینه که آب سد رو باز میکنن برق تولید کنن دیگه. ما امسال اصلا مشکل هست، همین مشکلاتمون اینه که ما دیگه نیروگاه برقی آبی نداریم. آره چون آب بی وجود نداره که بتونن تامین برق کنن باشه. ان شاءالله که امسال بارندگی زیاد باشه، یعنی یه جوری باشه که اینا همشون جبران. مشتبه جون شما واسه این سفرها تجهیزاتی که داری، یا خودرو، تجهیزاتی که رو خودرو نصب کردی، یا تجهیزاتی که پورتابل باید بیاری بذاری مثل میز، صندلی، گاز، اینا؟ ببین من خب ماشین رو گرفتم، ماشین خام بود دیگه. الان همه این چیزایی هم که رو ماشینه همشون رو خب خیلی خورد جمع کردم. حالا مثلا چیزایی که من دارم توی ماشین که ازشون خب خیلی هم ازشون استفاده های مهمی ازشون میکنی. اولش خب سایبون بغل خود ماشینه که واقعا توی این آفتاب اگه این نباشه اصلا جزو واجبات. دقیقاً. حالا من یه دونه سایبون کچو هم دارم که حالا چون مسعود داشت که من نیاوردم.
چادر سقفی دارم که یعنی یکی از بهترین خریدایی بوده که من تا الان داشتم. یعنی هر جا، حتی مثل اینجا که انقدر شیب داره، کسایی که چادر سقفی دارن بها با یه سنگی چیزی ماشین رو تراز میکنن که خیلی عالیه. بخاری دارم که این بخاری هم خیلی جا من نجات داده. خب معمولا 60 لیتر 80 لیتر آب میارم. الان یه دونه آب گرم کن من توی ماشین وصل کردم که آب داغ دارم واسه دوش گرفتن و ظرف شستن و توی بیس کمپ ها بله. واجبات میشه گفت. توی بیس کمپ هایی که چند روزه میمونیم اینا خب خیلی استفاده داره. دوش گرفتن. آره دیگه، حالا مثلا جامپ استارت و اینورتر رو که حالا برق 220 میده، حالا خودتون مثلا موتور برق آوردی، واقعا ما رو نجات دادی توی این سفر. و کیسه خواب و خیلی چیزاست، حالا چیزایی که بتونیم یه کمپ 2-3 هفته‌ای رو باش بگذرونیم و من آوردم. خب یه سوال دیگه، برای اونایی که مثلا این تجهیزاتو ندارن یا ماشینای سواری دارن، فعلا نتونستن بیان ماشینای آفرودی مثل ما بگیرن یا تجهیز کنن، برای اونا چه پیشنهادی داری؟ اونا هم دوست دارن، خیلی هستن میان میبینن. خب ببین، اگه ماشین آفرودی نداشته باشن قاعدتا این جایی که ما میایم اونا نمیتونن بیان، ولی خب یه سری چیزای اولیه خیلی راحت هستش که میتونن بگیرن، که حالا مثل میز و صندلی که باز من پیشنهادم اینه. من اوایلی که این افتادم تو داستان آفرود، چون بلد نبودم، خیلی جنسای مثلا بی‌کیفیت، آره بی‌کیفیت و بنجل گرفتم، ولی خب الان دیگه اصلا عوضش کردم. ببین مثلا یه میز آلومینیومی من دارم، 2 تا صندلی مثلا دارم، یه دونه کیسه خواب لازم داره. بله ان شاءالله برگردم یه دونه. شما یه دونه صندلی دادی؟ نه خریدم شیراز، طرف بهم نداد دیگه، بعد کنسلش کردم. کیسه خوابه و یه دونه حالا چادر، از این چادرای کله گاوی بهش میگن یا پیکینیو. این استارتیه که یعنی یه نفر با اینا میتونه. من الان تو این سفر که می اومدم توی جاده خیلی از ماشینای سواری رو دیدم که روی ماشین سواری چادر سقفی نصب کردن. بله، یعنی یه جورایی من دقیقاً می‌خواستم دارن اضافی میشن، یعنی اون طرف با اون کارش داره اضافی میشه به جامعه طبیعت. الان خیلی هم مد شده. آره. میتونن با این حالت روی سواریشون خیلی راحت، مثلا نه اینکه بتونن همچین جاهایی بیان، اما جاهای زیبایی هم داریم به جای اینکه از این چادرای حالا به اصطلاح خودمون پارک ملتی بزنن. بله، هم ایمن‌تره هم سیف‌تره. مثلا چادر سقفی حسنی که داره، مثلا اگه بارون باشه دیگه نظیرت خیس میشه، حالا از حیوان و حشره و این داستانا در امانی. و مهمترین داستانی که چادر سقفی داره، همیشه سرما از کف میاد. بله. اینو دیگه نداری درسته. ولی خب آره، دارن برن ماشین آفرودی بخرن، با سواری فایده نداره. خب صابر جان، شما برای این سفرهای بیس کمپی که ما داریم و حالا توی این 14-15 روزی که سفر بودیم، شما چه تجهیزاتی آوردی؟ تجهیزات که یه ماشینم پاتریوت، 1 سال الان دارمش، ازش خیلی راضیم. حالا برای معرفیش حتما یه ویدیو درست میکنم و به بقیه اشتراک میذارم که ببینن از خوبیای این. ماشاءالله خیلی خوبم راه میره. خیلی هم با این همه تجهیزاتی که من 4 نفریم، با اون همه تجهیزات، اون وزنی که هست، بله وزنی که داره، خیلی راحت ماشین داره جواب میده. من ماشین میشه گفتش که من سایبون بغل دارچه دارم و چادر کچوا، یه چادر کچوا گرفتم که معرفیش میکنم، میشه گفت هتل. واقعا 2 تا اتاق داره، یه وسطش هال داره، پذیرایی داره، آشپزخونه داره و پمپ آب و پمپ باد و مهمترین چیزی که حالا منم یادم رفت بگم که توی این سفرها واقعا لازمه یخچال که ما یخچال هممون یخچال داریم، به خاطر اینکه ما هم نمیشه همش نمیدونم غذاهای آماده رو خورد، ما عادت نداریم، همه چی فریز میکنیم میاریم اینجا و استفاده میکنیم، یا مثلا ما نمیتونیم راهی که اومدیم و برگردیم بریم گوشتی بگیریم، وسیله‌ای بگیریم، به خاطر همین همه بر خودشون یخچال دارن
داخلش نوشابهشون و تجهیزاتشون، مثلا مثل گوشت، بله یخچال فریزر دیگه دقیقاً فریز میکنیم و استفاده میکنیم. یعنی یه از بهترین تجهیزات میشه گفت همونه. حالا تو ماشاءالله من دیدم خیلی حالا تجهیزات زیادی داری، حالا بخوای دونه دونه بگی واقعا اصلا خیلی زیاده، از تقویت کننده بله آنتن موبایل بگیر و همه چیه، صابرم برنده. یعنی من مثلا این پاورلوژی من نمیدونم مثلا این لباس چیه پاورلوژی مثلا اصلا کلا چیز ارزون نداره توی دست و این آدم ما رو بدبخت میکنه. چرا آخه ما هم هی میام بریم چیزای خیلی گرون نه بخریم. من اعتقاد دارم که این زندگی انگلیسیه. یک بار انقدر پولدار نشدی که جنس ارزون بخری. آفرین. آره. چون که میدونید جنس بی کیفیت مخصوصا برای مایی که هی بردار بذار باعث میشه خیلی استهلاک داره. اگه بی کیفیت بشه شما اونو میخرید دوباره سفر بعد مجبوری بری همون پولو بدی. همون حکم همون صندلیایی که من گفتم، من مثلا یه صندلی معمولی اول گرفتم 2 ماه کار کرد. من خودم هم همینجوری بوده، تجهیزات مثل میزم چند تا میز عوض کردم. میز عالیه، یعنی تو هر شیبی جواب میده. آخر رسیدم به این میز که من باید این میز رو داشته باشم، اما لذتش هم میبرم. این هم خیلی خب. یکی از تجهیزاتی که ما توی سفرها خیلی لازممون میشه بخاری هستش، چون اکثر جاهایی که حالا معمولا ما آفرودیا میریم چون توی ارتفاع هستش شبای سردی رو ما تجربه میکنیم، این بخاری خیلی ما رو میتونه نجات بده که حالا برندها و انواع مختلفی هم توی بازار داره. یکی از برندهای خیلی خوبی که من ازش دارم چند سال استفاده میکنم و واقعا ازش راضیم برند دراگون هستش. این بخاری نسل 10 ساخت سروش سمسامی عزیز دوست من هستش. توضیحات کلی که بخوام خدمتتون بدم، این بخاری یه شلنگ سیلیکونی داره که این شلنگ به هیچ عنوان ما نباید بهش بست بزنیم چون نشت گاز میده. اینا به همین صورت فشاری انجام میشه. یه دونه رگولاتور داره، یه دونه لوله 1 متری داره که قدیما اینا به صورت مقوایی بود و تا میشد. یه دونه ترموستات داره که ما با اینا دما رو به بخاری میدیم. شیر کپسول رو 2 دور باز میکنیم، برقش هم به سرباتری میزنیم که فقط در حد یه جرقه برق استفاده میکنه. یه دکمه آن و آف هم داره که این دکمه رو ما بزنیم. بیا اینجا من یه توضیح بدم. ببین این یه ترموستات داره، ما اینجا میتونیم دما بدیم. الان دمای محیطی که ما هستیم 31 درجه هستش. ما مثلا اینو اگر بیایم دما رو ببریم بالاتر، مثلا بگیم که ما این میخوایم این دما مثلا بره بالای 30، این الان روشن شد. بعد از تقریبا 20 ثانیه شروع میکنه به باد گرم دادن. زمانی که به این دمای دلخواه برسه این خودش قطع میکنه. بله زمانی هم که قطع میکنه 2 دقیقه تو حالت فن دور کند کار میکنه که انرژی کمتری بگیره و توی اون 2 دقیقه هم یه باد خیلی گرم ملایمی میده. فرضاً مثلا هوای بیرون منفی 10 درجه است، من میام داخل چادر رو روی مثلا مثبت 27 درجه تنظیم میکنم. این انقدر کار میکنه که دمای چادر توسط این سنسور به 27 برسه، قطع میکنه. زمانی که بیاد روی 26 دوباره وصل میکنه. و من با همین کپسول حالا 5 کیلویی هست تقریبا 8 شب تا 9 شب و من میتونم از این بخاری کمپ بگیرم و استراحت کنم. بسته بندیش هم که توی ساک خیلی جمع و جور و کوچیک هستش. و نکته هم که داره کارهای دراگون، تمام بخاریاشون کد داره و اگه خدایی نکرده کسی هم بخواد بدزده و خراب بشه اگه بخواد بره تعمیر کنه، میتونین بخاریتون هم پیدا کنید. ممنونم. خب میریم یکی از تجهیزاتی که توی کمپ خیلی به درد ما میخوره، تقویت کننده آنتن موبایل و اینترنت. حالا جایی که آنتن و اینترنت نداریم این دستگاه رو وصل میکنیم و آنتن و اینترنت میاد. چی میشه اون خاجی؟ قوی میشه اینترنت؟ فاکس فایر میشه، فایر فاکس میشه. آره اینو وصل میکنیم، هم الان آنتن برامون میاد هم اینترنت.
سلام و عرض ادب. اون که فرق میکرد. خدا حافظ بچه‌ها تا ویدیوی سمیه بعد. خب صابر جون داری چی کار میکنی؟ حقیقت یه مقدار مواد تومه برای ماهی میخوایم لنسر بندازیم. این چیه دسته داری میمالیش؟ این خمیریه که میخوایم بدیم بدبخت بخوره. از چی درست شده؟ نون و از نون و مواد تومه. دنده تومه. خب درست کنی. این چقدر طول میکشه آماده بشه؟ این الان یه 10 دقیقه است اینجوری میکنم. یه 20 دقیقه آقا مجتبی بوده اون داشت اینجوری میکرد. نوبت من شد. خب بله. انشالله بریم بزنیم ببینیم که شما هم کاسب میشی ماهی یا نه. انشالله یه کپور اینقدر. انشالله با انشالله. امید یه کپور یا شاسین. آره اتفاقا تو یخچال منه ماهیه. آره اونو چیزش کرد تمرین کردیم انشالله. چون کوچیک بود گفتیم یه کپور اینقدری بزنیم. بله. که ببینیم انشالله. جمع ما هم بخوریم. بله.